با سلامی دوباره بیننده‌های عزیز، خبرهای آخری تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 1 نوامبر است. در برنامه این موضوعها را داریم. یک مادر تاجیک برای به خودکشی رسانیدن کلینش به 7 سال زندان محکوم شد. پدری دختر میگوید شاید به دیگران درس شود. به روسیه رفت تا پول جمع کند و قرضهایش را برگرداند و فرزندان را تامین کند، اما 1 سال نگذشته هلاک شد. سرنوشت دلریش کننده یک مهاجر تاجیک. خیلی قرض داشتم اما سود نکردم. طالبان میخوان سومی سودم روی نکس نوام 1000 روی کرد. دیدار پس از 24 سال، مادر بعد سالهای طولانی جستجو و انتظاری ها فرزند گم شده اش را به آغوش گرفت. باور نمی‌کنم همه گریم با مگه چون راست میگم دروغ میگم. تا صورت او بچه کلونیم نگرفت ندادم که باور نکردم. در ناحیه فیض‌آباد یک زن را با گناه به خودکشی رسانیدن کلین خانواده منوره عبدالفتاح به 7 سال زندان محکوم کردند. دادگاه ناحیه حکم را 1 نوامبر صادر کرد. جسد منوره عبدالفتاح 25 ساله را سال گذشته با 26 ضرب کارد از خانه اجاره اش یافتند و مقامات گفتند که او خودکشی کرده است. عبدالفتاح میساقوف پدری منوره به رادیوی آزادی گفت که بیبی کلان نظیر و خوشتامنی دخترش در محاکمه اعتراف کرده است که با کلینش نافهمی داشت، اما این نافهمی ها نمیتوانست سبب خودکشی بشود. نزدیکان بیبی کلان نظیر و حکم دادگاه ناحیه فیض‌آباد را شرح ندادند. عبدالفتاح میساقوف گفت این قضیه باید به خوشتامنهای دیگر درس شود تا دختری مردم را اذیت و از حیات محروم نکنند. حامیان حقوق در تاجیکستان میگویند یکی از سبب‌های خودکشی زنان در کشور زورآوری در عائله و از جمله از طرف خویشاوندان خود بانوان است. خانواده یک مهاجر تاجیکی که در روسیه به هلاکت رسید 1 هفته باز چشم به راه جسد او اشک می‌ریزند. مهاجر 36 ساله تاجیک چند ماه پیش با پای خود و برای تامین 4 فرزند به روسیه رفته بود. حالا برای پیوندان جسدی سردش را می‌آورند. سبب مرگ و داستان غم‌انگیز زندگی جوانی کشته شده تاجیک را که تا رفتن به مهاجرت در کشور آموزگاری می‌کرده است در گزارشی از همکارم محمود جان رحمتزاده می‌بینیم. مرگ سیفالدین مختوموف در روسیه خانواده‌اش را به ماتم شینانده است. او در ناحیه شمس‌الدین شاهین، شورابادی پیشین هممرز با افغانستان زندگی می‌کرد. سیفالدین 36 سال داشت و یگانه نانآور خانواده بود. 7 ماه پیش برای کار به روسیه رفت. قرضدار بود. خیلی قرضدار. قرض داشتم اما سود نکردم. طالبان میخوان سومی سودم روی نکس نوام 1000 روی کرد. که دو تا کاش یک بدم ایدار خانه خریدیم دیگه پولم روی نمیگه قرض دارم. مادر با سیفالدین 1 هفته پیش از مرگش صحبت کرده است. روز 25 اکتبر به خانواده‌اش خبر دادند که در بیمارستان است، ولی روز 27 اکتبر خبر مرگش را رساندند. نزدیکانش میگویند سبب مرگ سیفالدین مناقشه بوده است. اونجا جنگ شده است، جنگ خلاص کرده است، خیلی کرده است که خیلی مقصد که رگ ضرب است، جنگ خلاص میکنه است، غلطی دستم بیتون داشت خیلی سرش زده است که وبشیم که دیگه جان شاید دست وبشیم. سفارت تاجیکستان در روسیه گفت از قضیه مذکور آگاه است و آن را تحت نظارت گرفته است، ولی تاکنون معلوم نیست سبب واقعی مرگ جوان تاجیک چی بوده است. تفتیش حادثه ادامه دارد. حالا جسد سیفالدین به تاجیکستان نرسیده است. از روز 27 اکتبر اینجا مردم جمع می آیند و می گیرند. سیفالدین مختوموف تا رفتن به روسیه تاکسیرانی و آموزگاری میکرد. از پدر در خردی محروم شده است. مادرش در افغانستان شوهر کرده است. برای همین از 1 سالگی بیبی و بابا بزرگش کرده اند. ایام خودسالیش در تعلیم تربیت بابای مامانش تعلیم تربیت و در اینجا بابای رسید. از سیفالدین 4 فرزند یتیم مانده است. فرزندی بزرگش 16 و خردیش 10 سال دارد. مادرش شهروند افغانستان است. 1 سال پیش به تاجیکستان آمده است و مقام پناهندگی دارد و در خانه سیفالدین اقامت میکند. مادرش بجز سیفالدین از همسر افغانش 4 فرزند دارد. 3 دخترش در افغانستان هستند. پسرش را با خود آورده است. برای آوردن مادر سیفالدین تلاش ها کرده است.
اکنون مادر میگوید که یگانه پشت و پناهش در تاجیکستان او را ترک کرد. مادری که سالهای دراز از او دور بود و 1 سال زیادتر با هم بودند. الا سیفالدین مادر را ابدا ترک کرد. مهاجرت فرزند برای این مادر با فاجعه انجام یافت. اما یک مادر دیگری تاجیک بعد از 24 سالی جستجوی پسر توانست او را به آغوش بگیرد. پس از تلاش و جستجوهای چندین ساله فرزند که در روسیه ناپدید شده بود، مادر و خانواده امیدی پیدا کردن او را از دست دادند. با گذشت 12 ساله مهاجری گم شده از خود درک داد و لحظه دیدار مادر و پسر بسیاری ها را گریان کرد. این همه سالها او کجا بود؟ گزارش مومین احمدی در این باره است. این مادر و پسر پس از 24 سال فراق به دیدار هم رسیدند. امریدین گدایفی 57 ساله در سال 1998 بر روسیه رفت و ناپدید شد. پس از چند سال همسر و 2 فرزندش خانه والدین او را ترک کردند. پدر و برادرش فوتید. تنها مادری 76 ساله در دهه اتفاق ناحیه جلال‌الدین بلخی بود که این همه سال انتظاری میکشید. این خیلی دیگه اومدم در مرد خیلی دیگه چی بگم حیدم و گرفتن هیچی باور نمینم همه گریم با مگه چون راست میگم دروغ میگم تا صورت او بچه کلونیم نگرفت ندادم که باور نکردم. همین به خیال منم که دیلم در جاش اومد دستک تو قریشیده. امریدین سالها در دهه در یکاترینبورگ زندگی کرده است. او درباره سالها بی‌درک شدنش قصه های خود را دارد. نقل کرد که سندهایش را گم کرد و تا سال 2007 نمایندگی تاجیکستان در این گوشه روسیه نبود که کمک پرسد. بعداً خبری از محیط بعد جنگ داخلی تاجیکستان او را ناامید کرد. یک بچه اومده بود، بچه 9 سال دیگه جو هوا یا پرسیدم و گفت که نمیدونم شوخی کرد و چی گفت اویلا تو گفت همه چا پروندم همه قطعه میدونم تمام دیگه هیچی گفت چی که پیشه چیز که همه را پروندم. اونجا کار کردیم کمتر یک زنی روز خطی مساعد کردیم خخروشکا خطی مساعد کردیم اونجا زندگی کردیم خونه همه ایدن خره همه اردام کلون کردیم صاحب نمیسته شدیم اونجا خطی بانه تقریب 22 سال حیاتمو گذاشت. همسری روز 8 سال پیش درگذشت و دختران زن به او کمک کردند تا به وطن برگردد. نزدیکانش در وطن فکر داشتند که او دیگر زنده نیست و مراسم های خیرباد او را برگزار کردند. درجی خیر خدایش دادند. همه خیلی. انا بعد دورا یکی پیدا شد باور که یک تشمی خانم حیران شدم. اومد میبینه همون خودش 100% نصحت سلامت. مادرش نکرد یا هفتهش دویزیش نبیشیم دویزیش قبیدگی سواگیه. دختر و پسری امریدین گدایف حالا مهاجرند و با پدر تماس نگرفتند. برنامه را ادامه می‌دهیم. آموزگاران و فعالان در یک محله فقیرنشین کابل برای تعلیم دختران صنف‌های بالایی یک مکتب پنهانی تأسیس دادند. بعد سر قدرت آمدن طالبان در مکتب‌های افغانستان تحصیل دختران بالاتر از صنف 6 منع شد. در پی تنقید و فشار جامعه جهانی طالبان وعده دادند که به دختران اجازه تحصیل می‌دهند، اما تا هنوز به این وعده خود وفا نکردند. گزارش همکارم کیومر سیاتو را درباره مکتب پنهانی در کابل همراه می‌بینیم. هر روز ده‌ها زن و دختر افغان پنهانی به اینجا می‌آیند. در این مرکز به دختران صنف‌های بالایی که 1 سال باز نمی‌توانند به مکتب بروند درس می‌دهند. مکتب پنهانی فعالیت دارد و زود جایش را عوض می‌کند. بسیار زیاد مزاحمت ایجاد شده. چندین جای است که ما نقل مکان کردیم، در هر جایی که رفتیم و وقتی اونا آگاه شدن که ما تدریس پنهانی میکنیم، اول به واسطه وکیل منطقه، بعد از او ملایم مسجد و بعدا خودشان آمدن ما را تهدید کردن، مجبور شدیم که ما نقل مکان بکنیم از جبری و فعالیت خود در جای دیگه آغاز بکنیم.
بیش از 100 محصل از 11 ساله بالا در این مکتب پنهانی درس می‌خوانند. خواننده ها و آموزگاران به دلایل امنیتی نمی‌خواهند که شخصیتشان آشکار شود. خب ما امید داریم با آینده، ما روزهای خود نمیتونیم به خاطر از این حکومت پشت سر بگذاریم و اصلا برای او تلاش نکنیم. به می دلیل است که ما پنهان میایم، به هر رقم حالتی که به سر ما بیایم میایم تا اینکه ما درس خود یاد بگیریم و با آینده خود محکم‌تر پیش بریم. بعد بازگشت به قدرت، طالبان دیگر باره قاعده‌های ارتجاعی خود را در افغانستان جاری کردند. دختران بالاتر از صنف ششم را از حق تحصیل و زنان را از حق کار در مؤسسه‌های زیاد محروم کردند. رینا امیری، فرستاده خاص امریکا برای افغانستان، در توییتر از طالبان خواست که به دختران امکان تحصیل دهند. طالبان بارها وعده دادند که مکتب‌ها را با شرط رعایت قانون‌های شریعت برای دختران می‌گشایند، اما با گذشت یک سال هنوز معلوم نیست که کی و به چه شرط به دختران اجازه تحصیل در مکتب‌های افغانستان داده می‌شود. برمیگردیم به تاجیکستان. یک هیئت 60 نفره عبارت از هنرمندان و مقامات رسمی ایران این شب و روز مهمان تاجیکستانند. بعد از سالهای طولانی در دوشنبه روزهای فرهنگی ایران برگزار شد. برگزاری روزهای فرهنگی را یک علامت دیگری از گرم شدن مناسبت‌های دو کشور می‌دانند که تا چند سال پیش بسیار سرد بود. برات یوسفی گزارش می‌دهد. پس از توقف 11 ساله روزهای فرهنگ ایران در تاجیکستان برگزار شد. این مراسم فرهنگی پس از یک ماه برگزاری روزهای فرهنگ تاجیکستان در ایران برگزار می شود. برگزاری این گونه برنامه‌ها نه تنها باعث توسعه روابط فرهنگی دو کشور می شود، بلکه در گسترش روابط روزافزون مردم همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان نیز تأثیر بسزایی دارد. این در حالی است که مناسبت‌های تاجیکستان و ایران در چند سال اخیر سرد بود. ما حتما باید با ایران و اگر افغانستان هم اونجا تغییرات به عمل بیاید و اونجا واقعا هم عقل و معرفت و فرهنگ این چیزا باز پیروز گردن، حتما باید ما در اندیشه همین به هم پیوستنی، به هم رشته های بسیار قوی استوار پیوندی باید داشته باشیم. سالهای اخیر بعد از ممنوع شدن فعالیت حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، دوشنبه تهران را در پشتیبانی این حزب متهم کرده بود، ولی به قول برخی از تحلیلگران نرمش روابط تاجیکستان و ایران سبب‌های خود را دارد. به نظر من نخستین دلیل آن مواجهه تاجیکستان با طالبان هست در امتداد مرز بسیار طولانی 1400 کیلومتری با افغانستان که حتما به یک متحدی نیاز داره. آن متحد به نظر تاجیکستان میاد که ایران میتونه باشه در برابر طالبان از تاجیکستان حمایت بکنه و باز گذشته از اون مواجهه تاجیکستان با قرقیزستان هست. درگیری‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان فروکش نکرده و گاهگداری باز بروز میکنه، سر میزنه. به این دلیلم قرقیزستانی که متحدی در شکل ترکیه داره احتمالاً تاجیکستان رو وادار میسازه این واقعیت که متحدی داشته باشه، هم نژاد و هم قوم و هم ملت و هم زبان به مانند ایران. در 2 ماه اخیر ایران برای سرکوب اعتراضگران و قتل ده‌ها تن از معترضان مورد انتقاد شدید جامعه بین المللی قرار گرفته است. روزهای فرهنگ ایران در تاجیکستان تا 6 نوامبر ادامه کرده امروز بخشی از تدارکات این جشن در استورخانه ملی و اتحاد ادیبان برگزار می شود. ورزشکاران تاجیک در اولین قهرمانی آسیا عاید به محاربه‌های آمیخته هوسکاری یا MMA که از 27 تا 30 اکتبر در دوشنبه دایر گردید با کسب 35 مدال از جمله 9 طلا غالب شدند. برنامه اخبار آزادی را به پایان میبریم. خبر و گزارش با عکس و نوارهای بیشتر را از سامانه رادیوی آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.